بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شرح كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول. اینک ما درس‌های خود را به عون الله تعالی دوام میدیم از شرح کتاب درس‌های زبان عربی برای کسانی که با عربی حرف نمیزنند از قسم یکم. الدرس الثامن عشر، درس 18، المثنى یعنی اسم دوگانه. فرمود است که المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين للعاقل وغير العاقل. یعنی مثنى آن اسم را می نامند که دلالت به دو تایی مردانه کند یا که دو تایی زنانه کند، هم برای عاقل و هم برای غیر عاقل، یا که گویم و دیگر تعبیر هم برای جاندارها و هم برای بیجانها. العاقل مثال ها برای عاقل: رجل، رجلان، امرأة، امرأتان، ولد، ولدان، بنت، بنتان، أخ، أخوان. غير العاقل مثال ها برای غیر عاقل: قلم، قلمان، ساعة، ساعتان، ريال، ريالان، غرفتان. أمثلة للمثنى مثالها اسم دوگانه: خالد له ابنان و بنتان. خالد دو تا پسر و دو تا دختر دارد. فاطمة لها طفلان صغيران. فاطمه دو تا طفلی خرد دارد، دو تا کودکی خرد دارد. لی عینان و اذنان و یدان و رجلان. من دو تا چشم و دو تا گوش و دو تا دست و دو تا پای دارم. صلاة الفجر رکعتان. نماز بامداد دو رکعت است. هذان و هاتان. هذان اسم عاقل و غیر العاقل، یعنی هذان اسم اشاره بوده است برای مثنى، برای اسم دوگانه نزدیک مذکر مردانه عاقل، یعنی که عالم هم گفته می شود، برای جاندار، و غیر العاقل که غیر العالم برای غیر جاندار هم. هاتانی اسم إشارة للمثنى القريب المؤنث العاقل وغير العاقل. این هم مانندی همون، فقط برای چی؟ مؤنث می باشد. هذان طالبان. این دو دانشجویند. هذان قلمان. این دو قلمند. هذان تاجران. این دو تاجرند. هذان مفتاحان. این دو کلیدند. هذان صديقان. این دو دوستان. هذان كلبان. این دو سگن. هاتان طالبتان. این دو طالبان. هاتان مسطرتان. این دو جدولان. هاتان تاجرتان. این دو تاجر زنان. هاتان لغتان. این دو لغتان. هاتان صديقتان. این دو دوگانه اند. هاتان کلبتان. این دو مادین سگم. کم. کم اسم استفهام يدل على العدد. کم اسم استفهام است، دلالت به عدد میکند. والاسم الذي بعده منصوب يسمى تمييزا. و اسمی که بعد از او ذکر می شود منصوب است، وی را نامیده می شود تمیز گفته. یعنی اسمی که بعد از کم می آید وی
چی می باشد؟ تمیز می باشد. کم کتابا عندك، در نزد تو چند تا کتاب است؟ عندي کتابان، در نزد من 2 تا کتاب است. کم اخ لك، چند تا برادر داری؟ لی اخوان، من 2 تا برادر دارم. کم مسجدا فی هذا الشارع، چند تا مسجد است؟ فیه مسجد واحد، 1 تا مسجد است. کم حقیبة عندك، در نزد تو چند تا جامدان است؟ عندي حقیبتان، در نزد من 2 تا جامدان است. کم اختا لك، چند تا خواهر داری؟ لی 3 اخوات، من 3 خواهر دارم. کم سیارة فی بیتک، در خانه چند تا نقلیات است؟ فیه سیارتان، در آنجا 2 تا نقلیات است. هذان رجلان، هذان مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه اسم مثنى. رجلان خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه اسم مفرد، لأنه اسم مثنى. هاتان فتاتان، مبتدا خبر. كم أخا لك، كم اسم استفهام، أخا تمييز منصوب. نعم، نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.